فیگور دیگه از دست رو اینجا براتون داریم 4.5 سانت از اینجا 4 سانت میایم به سمت داخل، اندازه عرضی این 1 سانتیمتر رو به این شکل اینجا، چون قسمت بیرونی آرنج استخون میشه پس دیگه گوشتی نداریم، اینجا 7/10 رو اینجا علامت میزنم و 0.5 سانتی که برای مچ داریم. خط نقطه هامونو به هم وصل میکنیم و شکل دستمون رو میکشیم. چهار و نیم سانت چهار سانت اینجا 1 سانتیمتر، اینجا 7 میلیمتر به سمت داخل. ما باز آرنجون اینجا جمع شده و استخون این قسمت، پس هیچ گوشتی نداریم، ماهیچه نداریم و 5/10 که باید برای مچ علامت بزنیم میشه اینجا. حالا نقطه هامونو به هم وصل میکنیم اینجا 4.5 سانت. اگه دست پشت باشه دیگه اون قسمتی که نمیبینیم و خطش رو لازم نیست دیگه، امتدادش رو لازم نیست بکشیم. اینجا 1 سانت اینجا میشه، اینجا 1.5 سانتیه که علامت زدیم. 7/10 مچ هم که اینجا میشه، خب ما مچ رو اینجا نمیبینیمشون زیره، خطش رو من میکشم ولی این میشه 2 مدل.